ستړي مسئ ورځ مو نیکمرغه. شپاړسمې جلسې ته ښه راغلاست. شپاړسمه جلسه د تېرې جلسو په دوام څنګه چې مو جمله تېرو درسونو کې جلسو کې ویلې وه. جمله چې وه هغه کلمو مجموعه وه یا یوه کلمه چې خپله معنا وښندي، پوره یې کړي، ورې کړي، دې ته مو جمله وویل. نورې اجزاوې مو د جملې ویلې، عبارت سره همدارنګه فقرې سره د ترکیب سره مو د جملې فرق وکړه. اوس راځو په جمله کې دغه کومه جمله چې موږ لیکو پوره جمله، په دغه جمله کې دغه نورې کلمې یو له بل سره کومه اړیکه لري، یو له بل سره کومه خپلوي لري، دا وایو. داسې وایو په جمله کې د کلمو د اړیکو ډولونه یا هغه تېره ورځ ما وویل هغه در ژبی ورونه او بیادرای در زبانه که در پشتو مشکل داره، پشتو نمیتونه که را ترجمه کنه. بسیار باسانی ببین این من اینجا دو نقطه داریم، اینجا پوره شدن جمله، ولی اگر از طرف چپ این از این شروع کنیم این رقم بگوییم اقسامی، رابطه های کلمات در جملات، بسیار باسانی را ترجمه کرده میتونیم. دو نوع رابطه داره، یک رابطه عطفی است، دوم رابطه که از او تابع است. عطفی رابطه که هستن وزن مساوی داره. این رابطه جور میکنه ولی دو کلمه وزن مساوی داره. مثلا من میگم سعی کنید اینه احمد او محمود، احمد کلمه و محمود کلمه این وزن مساوی داره. اینه توسطی او به میان آمده یک رابطه جور میکنه عطفی که او است، ولی این رابطه داری باز توسط واو جور می شود. احمد و محمود بین خود بیادر است. پختو وایم احمد او محمود سره ورونه دي، احمد کلمه به محمود کلمه توسط او رابطه جور کرده. در کانکور میه جمله زیل کدام رابطه داره، رابطه ایش عطفی است، باید داشته باشه. دوم رابطه تابع است، تابع میکنه. یک کلمه دیگه کلمه برای خود تابع میکنه، یک بخش دیگه بخش برای خود تابع میکنه. چه قسم؟ ای باز به 4 نوع است. یک سمون اړیکه، اضافي اړیکه، تړلې اړیکه، ملتي اړیکه. رابطه مطابقت، رابطه اضافي، رابطه وابستگی، رابطه همراهی. رابطه سمون مطابقت، اگر بخش مبتدا، ما دو بخش دارم، در جلسه پیش گفته بودم هر جمله دو بخش داره، مبتدا و خبر. اگر بخش مبتدا با بخش خبر در ناحیه مذکر مؤنث جمع مفرد صدق کند، در این حالت این رابطه به میان می آید. اگر من بگویم نه و ای را وجور کنیم راغله، این رابطه از بین میره به خاطر که اینجا مذکر است، اینجا مؤنث آمد. اگر این بخش با این بخش در ناحیه مذکر مؤنث جمع مفرد صدق کنه، در این حالت این رابطه به میان میه و رابطه مطابقت یا سمون. مطابقت یا سمون. رابطه اضافی، من یک حرکت اضافت داشتم در جلسات پیش گفته بودم، او عبارت از دال است. این دال اگر دو کلمه، دو اسم توسط دال رابطه پیدا کنه، این رابطه اضافی است. رابطه اضافی است. ولی این مثل عطفی و واری باز وزن مساوی نداره، یا خرد و کلان معلوم میکنه یا ملکیت یا متعلقت را معلوم میکنه. حالا سعی کنید من میگم احمد ده محمود، احمد بیادر محمود است. احمد خرد شد، محمود علی کلان شد، او ارده بیادرشان است. من سعی کنید ترین سیوم وابستگی را میگم، بسته میکنه. چرا؟ من میگم اینه هر جمله پیشم گفته بودم هر جمله دو بخش داره، یک مبتدا داره، دوم بخش خبر داره. مبتدا شروع کننده، خبر آن بخش که انجام میشه، پورا میشه، تکمیل میشه. اینه احمد خونزی تولد، احمد به مکتب رفت. احمد مبتدا، خونزی تولد
خبر. اگر دو کلمه مستقل در بخش خبر توسط اعداد یک کلمه نامستقل بسته شود، این رابطه وابستگی است. این کلمه را بسته کرد به این کلمه توسط این یک کلمه نامستقل. این اعداد میگم، 12 تا بود اعداد ارتباطی. مل همراه را میگم. این بخش مبتدا، این بخش خبر. اگر دو کلمه مستقل در بخش خبر پالو به پالو آمد، این رابطه ملتی است. رابطه ملتی است. اگر دو کلمه مستقل پالو به پالو آمد، هیچ کلمه نامستقل در بینش موجود نیست، پس این رابطه ملتی همراهی را میگم. پس از او ای خو رابطه های شدن یک کلمات چی رابطه داره بین خود در جمله، ای را خواندیم. میاییم پس از او یک بخش دیگه از نحو است. او یک مثل است، یک محاوره است. مثل چرا میگم؟ محاوره چرا میگم؟ مثل عربی مثل میگم، پشتو دری که است مثل میگم. مثلونه هغه په ټول تللې پخې خبرې دي. او ګپای یا او سخنای پخته است چې د وخت په تیریدلو خپل ارزښت د لاسه نه ورکوي، به تیر شدن زمان ارزش خود از دست نمیتن. من دو نوع مثل داریم، دو ډوله مثلونه لرو. یو منصور لرو، بل منظوم لرو. یک مثل منصور است، دوم مثل منظوم است. پس میاییم منظوم که نظم داشته باشه، منظوم که از قید قافیه خلاص نباشه، از سجع خلاص نباشه، منصور که از قید قافیه و سجع آزاد باشه. دو نوع هستن. ولی باز محاوره کی است؟ ای باز منصور و منظوم نداره. محاوره با مثل فرق چی داره؟ چی فرقشان هستن؟ چی رقم تفکیک کنیم در کانکور؟ از ما محاوره ها میخواد. در ذیل محاوره را نشانی کنید، در جملات ذیل محاوره چی است؟ این از ما میخواد. ببینید مثل همیش فرق محاوره با مثل همیش